سلام، به خونه من خوش اومدین. خونه ای که نینی کوچولو داره. اینم از نینی کوچولومون. آقا آرنی چی میخوری مامان جونم؟ خب این سالنمونه. میبینین که تلویزیون خالیه. تلویزیون رو جمع کردم. اینم که خودمم. بالکنمونه. کدو گل خوشگلم. گلدونا هم خالی هن. روشون رو پلاستیک گرفته بودم چون خاکش پخش نشه. 20 روز جنگ نبودیم خوش شده بودن. واسه همین آقا کلاغه هم الان اومده سوراخشون کرده همه رو. صداش هم میشنویم. این که ویو خونمونه. اون انتها هم پارکه. این هم که کوه هم مشخصه. امروز هوا خوبه. یه خورده بارون هم اومده. این ورم میره به آشپزخونه. خونمون خیلی قدیمیه. آشپزخونه‌ش هم اوپن نیست. من خب خیلی ولی دوستش دارم. که یخچال اینجا گذاشتم. گاز فویل گذاشتم روشون. واقعا وقت نمی‌کنم هر روز تمیزش کنم. اینم که کابینت ها. لباسشویی هم که اینجاست. ادویه هام هم اینجا گذاشتم. اینو خیلی دوست دارم. حدود فکر میکنم 14-15 سال پیش خریده بودمش. برگ درخت موزه. نمیدونم چیه واقعا. خیلی خوشگله. اینم که راه رونه. جارختی اونجا گذاشتم. یه جارختی هم تو بالکن دارم البته. اینم که دستشویی. اتاق خوابارم فیلمشو گرفتم براتون که انتهای این ویدیو اضافه میکنم. اینم از این ور. خیلی دلبازه خونمون. نورش خیلی خوبه. دوست دارم. اینم که لوسترامن. لوسترای خوشگل. آها اینم انباری مونه که اون بالا و پایین کلی وسیله توش جا میشه. وسایل اضافه رو همه گذاشتم داخلش. اینم که خودمم. مرسی که این ویدیو رو دیدین. البته حالا اتاق خوابارم بهتون نشون میدم. سلام. اینم که اتاق خودمونه. تخت و کمد و این دوتا گلدونم اینجا گذاشتم. اون گلدونم که داره خراب میشه. باید بره درمون شه. اینم که کمد دیواریامونه. دراش هم بازه. دیگه توشو نشون نمیدم. به این شکل. اینم که بیرون پنجره‌مونه که ویو بیرونشه. اینم اتاق آرنجونه که هنوز تخت و کمد براش سفارش ندادم. تخت خودشو فروختم چون از توش میافتاد پایین. اینجا که اسباب بازیاشو چیدم. اینم که لباساشو میذارم تو این. وسایل خودم هم میخورده روشه. اینجا هم که پنجره و بالکنشه. ویوش خیلی خوبه. انتهای کوچه‌مونم پارکه.
آرن میره بازی میکنه. یه درخت خیلی خیلی بلندم بغل پنجرمونه، یعنی تو حیات خودمونه. این حیاتمونه.